اصلا میدونستین که خانواده های اعضای BTS چقدر با هم و با اعضا صمیمی هستن؟ اونقدر صمیمی که حتی نه وایسین از اول بهتون بگم که هممون با هم ذوق کنیم. خب میدونین دیگه اعضای BTS 8-9 ساله که با همن و با هم زندگی میکنن و یه جورایی شدن خانواده همدیگه. همه دنیا از این صمیمیتی که بینشونه تعجب میکنن که آخه چجوری 7 آدم اینقدر با هم مچن. خواهشاً اسپندود کنید. این 7 نفر جدا نشدنی هست. میدونی چی میگم؟ اینو یه جا بنویس که یادت نره. این 7 نفر جدا نشدنی هست. اما این صمیمیت فقط بین اعضا نیست، بلکه خانواده هاشون هم خیلی با هم صمیمی هستن. مثلا خانواده جین و نامجون هر روز همو میبینن و با همدیگه میشینن کنسرتای آنلاین بچه‌هاشون رو نگاه میکنن. یه جورایی انگار همشون 7 تا پدر و مادر دارن. حالا نامجون یه چیز خیلی جالبی تعریف کرد که گفتم بیام بهتون بگم که هم ذوق زده بشین، همین که دیگه میدونین عادت همه هر خبری ازشون میرسه باید به شما بگم. اینجا کانال نارنگی و آرمیا رو چشم من جا دارن. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو بزنید. این ویدیو رو لایک کنید و تو کامنتات هم میتونید بنویسید آرمی فوراور. خب چند وقت پیش اعضای BTS دور هم نشسته بودن و داشتن کنسرت خودشون رو نگاه میکردن که تصویر RM نشون میده که یه کلاه قرمز داشته. RM همونجا برمیگرده به جین میگه این کلاهو یادته دیگه؟ جینم میخنده و میگه آره، پدرم بعد از اینکه این کلاهو سرت دید بهم گفت ازت قرضش بگیرم و 3 هفته بدمش به پدرم. فکر کن پدر جین کلاه نامجون رو قرض گرفته. این دیگه نهایت صمیمیته. بعد حالا نامجون وقتی کلاه سرش بوده و داشته صحبت میکرده اشکم میریخته، یعنی مثلا داشته حرفای تاثیرگذاری میزده و دقیقاً همون موقع پدر جین این کلاهو ازش خواسته. فکر کنم کلا خانواده جین شوخ باشن مثل خودش. اعضای BTS و خانواده هاشون خیلی با هم صمیمیان و اینی که میخوام بگم شاید از نظر بعضیا بد باشه، اما خب این صمیمیت بین اعضا و خانواده ها رو نشون میده و کلا دیگه میدونین دیگه بد نیست. مثلا یه بار اعضا همشون سعی کردن که ادای پدر شوگار رو در بیارن. منظورم نیست که برای پدرش ادا در بیارن یعنی حرکات و کاراشو کپی کردن. ببین دیگه چقدر با هم صمیمیان که اینقدر پدر شوگار رو میشناسن. میدونین دلیل این همه صمیمیت چیه و اینکه این همه سال هنوز با همن؟ خب اینو از خود اعضا پرسیدن و جین گفته که چون ما هر وقت مشکلی داریم میشینیم با هم صحبت میکنیم و حلش میکنیم. جی هوب گفته ما خیلی سعی میکنیم به هم احترام بذاریم. ببین با اینکه خیلی با هم شوخی میکنن اما بی احترامی نمیکنن. این خیلی مهمه. مثلا دیدی بعضیا با هم صمیمیان ولی خب به هم فحش هم میدن. حالا یه سری اوکی ان با این موضوع. یه چیز جالبی از جوک ماننده میگه که میزان صمیمیت دو تا دوست رو میشه از بد بودن فحشایی که به هم میدن فهمید. یعنی هر چقدر فحشا رکیک‌تر باشه یعنی دوستیشون واقعی‌تر و صمیمی‌تره. ولی خب مثلا من اینجوری فکر نمی‌کنم. من هیچ وقت دوست ندارم که یه دوستی داشته باشم که وسط حرفش بهم توهین کنه یا من بخوام به کسی توهین کنم. کلا زیاد اهل این جور شوخی‌ها نیستم. نمیدونم شما چه جوری هستین. دوستی شما چه شکلیه؟ یعنی چقدر با دوستتون صمیمین؟ یعنی دلتون میخواد که صمیمیت رو با فحش نشون بدین یا نه؟ اینو حتما بهم بگید، خیلی نظرتون برام مهمه. آخرام در جواب این سوال که چطوری این همه سال تونستن با هم دیگه دوست بمونن، نامجون گفته من همیشه اینجوری به خودمون نگاه میکنم که انگار هممون سوار یه قایقیم. هر کدوممونم میخوایم به یه سمت متفاوتی بریم، ولی خب در نهایت اینو باید یادمون بمونه که هر کاری هم کنیم هممون توی یک قایق هستیم و اثر کارمون روی هر 7 نفرمونه. پس یادمون باشه اگه میخوایم یه دوستی پابرجا بمونه باید توش احترام باشه و اینکه سعی کنیم همو خوشحال کنیم و باعث موفقیت هم بشیم. و از همه مهمتر اینکه در مورد مشکلاتمون آروم صحبت کنیم و حلشون کنیم. خب اگه شما به مامان بابای اعضا حسودیتون شده تنها نیستید. منم خیلی دلم میخواست که عضوی از خانوادهشون بودم، مینشستم باهاشون کنسرت میدیدم و دیگه خلاصه اینجوری. اینم از ویدیوی امروز. حتما ویدیوهای قبلی رو ببینید. عاشقتونم تا ابد و تا ویدیوی بعدی. خدافظ.